موش کوهستان. سنجاب بازیگوش. عجب جای قشنگیه. یعنی ممکنه اونجا جای خوبی برای زندگی کردن ما باشه؟ خبرهای مهم، اخبار مهم، خبرهای خیلی مهم، اخبار جدید. تاکوری خبرهای خیلی مهم داره. اخبار مهم. گفتی خبرهای خیلی مهم؟ یعنی چی میتونه باشه؟ اخبار میشی گوش کنین خبر مربوط به سنجابو شنیدین یا نه؟ دردسر سنجاب شروع شد برای اینکه راسو برگشته. سنجاب اگه بشنوه خیلی ناراحت میشه. چیزی که گفتی راسو برگشته؟ من برگشتن راسو رو بهش گفتم خیلی یکی خورد. بیچاره سنجاب بعد از این باید ناظر صحنه‌های هیجان انگیز بین این دوتا باشه. خیلی جالبه. اصلا راسو اذیتش کنه. سلام سنجاب. فکر میکنم همتون راجع به من صحبت میکنین. حرفم درسته یا نه؟ آره هرچه درسته سنجاب. حالا نظرت چیه؟ میدونی که راسو اذیت کنه؟ آره میدونم. تو میتونی بری تو لیزرهای آفریقا قایم بشی، ولی من چی؟ من بیچاره چی؟ کجا میتونم از دستش فرار کنم؟ ولی اگه ما دست به دست هم بدیم. حالا اومدیم و دست به دست هم دادیم. آخه شما که کاری از دستتون بر نمیاد. ولی من یقین دارم که راسو برای سنجاب نقشه مفصلی کشیده. امروز فردا شاهد صحنه‌های جالبی خواهیم بود. خبرهای جالب، خبرهای مهم. تویی سنجاب؟ آره خودمم. حالا باید چیکار کنم پیرمرد؟ ببینم تو تا به حال از دوستات کمکی خواستی یا نه، و اگه خواستی اونا چی بهت گفتن؟ ولی آخه من وقت زیادی ندارم. حالا نمیتونی یه راه چاره‌ای بهم نشون بدی؟ ولی هیچ راهی بهتر از این نیست که شما دست به دست هم بدیم و این مشکل رو به اتفاق هم حل کنیم. کمک چی بخوام؟ آخه اونا که کاری از دستشون بر نمیاد. بله سنجاب مشکلتو میدونم، ولی این مسئله به فکر کردن احتیاج داره. همینطوری نمیشه سرسری یه چیزی گفت. خداوند حالا من چه خاکی به سرم برسم؟ بدجوری گیر کردم. نه نباید ناامید بشم. بهترین راه همونه که وزن بهم گفت. دوستان خوب من همین الان میاد پیش شما. بالاخره سنجاب تصمیم گرفت بره سراغ دوستاش، ولی یه کمی خجالت میکشید برای اینکه به یادش میومد گاه و بیگاه دوستاشو با شوخیاش مکدر کرد. من روباه باهوش و دانا کمتر اشتباه میکنم، چون هر کاری که بکنم اول فکر میکنم. به تیزهوشی من هیچ کس تو این جنگل نیست و همه میدونن. منظورت همون روباه ترسوی جنگله؟ اینو فقط من نمیگم، همه میگن ترسوتر از روباه کسی تو این جنگل نیست. بگو ببینم منظورت از همه کیا هستن؟ اونا دیگه. احتیاجی نیست من
قصه برام. خودت که بهتر از من میدونی. کی این حرفو زده باشه میدونم چی کارش ولی من کنم. فکر نمی‌کنم بتونی کاری بکنی. بالاخره اونا برای خودشون یه چیز میان دیگه، مگه نه؟ اینقدر سر به سرم نذار دیگه. نزدیک دادم در بیاد کاری باشون میکنم که هیچ وقت فراموش نکنن به من میگن ترسو. این رو با هم هیچ وقت از ادعاهاش دست بردار نیست. همیشه منم میگه و هیچ کاری هم ازش بر نمیاد. خب دیگه فعلا باید برم. ولی به هر حال نباید همینطوری بشینیم و دست بذاریم. باید یه کاری بکنیم. آخه چه جوری؟ ای بابا چرا ماتم گرفتیم؟ بالاخره باید یه فکری بکنین دیگه. چرا بیخوری اینجا نشستین و حرفای بی نتیجه میزنین؟ وقت رو تلف نکنین. اگه همتون دست به دست هم برین میتونین هریتون راستی بدجنس بشین. خدا کنه این کارو بکنم تا من از دست اون راسته کینه‌تون راحت بشم. من حاضرم باهاش در بیفتم. من میترسم نتونی از پس اون راستو بر بیا. خب اگه مایل باشی همه با هم دیگه میریم بجنگیم. در این صورت فکر نمی‌کنم موفق نشیم. منظور از همه با هم یعنی منم هستم. یعنی به خاطر سنجاب خودمونو به خطر بندازیم؟ اون همیشه ما رو مسخره میکنه، به هممون میگه ترسو. درسته که همیشه سر به سر ما میذاره، ولی اون دوست ماست. فقط کمی بازی گوشی میکنه. هیچ وقت آزاری به ما نمیرسونه. نباید تنهاش بذاریم. من که نمیتونم تصورشو بکنم جنگل ساز بدون سنجاب لطفی داشته باشه. آره منم تصدیق میکنم بدون سنجاب جنگل ما بی صفاست. همینا که گفتین درست، ولی آخه چطوری باش بجنگیم؟ به هر صورت باید بجنگیم ولی سنجاب از بین میره. ولی آخه چطوری؟ حالا میتونه بگی که ما چطوری از پسش برمیاییم موشی؟ ما همه جور سلاح داریم. اگه خود با هم دیگه همکاری داشته باشیم و ترسم بذاریم کنار موفق میشیم. پس در این صورت موفق میشیم. موافقم بریم بجنگیم. خب جمعتون جمعه. حالا بگید نمیدونم کدومتون گفتید که من ترسوام. تو گفتی خرگوش؟ من گفتم. نه ابدا. تو گفتی گوش دراز؟ تو گفتی کاکلی؟ نه بابا من چی کار به این کارا دارم؟ تو بگو موشی ببینم. تو گفتی؟ نه همچه حرفی نزدم، ولی هیچ از تو خوشش نمیاد. دروغ نگو. من یقین دارم که تو گفتی. سنجاب بهم گفت. سنجاب رو باه راست میگه. من سنجاب بگو ببینم آخه تو چرا این حرف رو زدی؟ منظوری نداشتم. آخه این کارا چی بود کردی فسقلی؟ ای وای خدایا چیکار کنم؟ دیگه از این حرفا گذشته. الان میام دونه دونه تونو تیکه گوش کنین. من باید عشقتون تکون بخورین ها. من باید فرار کنین ها. اگه از هم جدا بشیم اون تک تک موها رو میگیره و پاره میکنه. همه دوره هم دیگه باشیم. به چه منظره قشنگیه. دارم هضم میکنم. همین توافق کنید در مقابلتون باشیم. باشه من این دفعه میذارم بریم، ولی دفعه دیگه که دیدمتون میدونم باهاتون چی کار کنم. یه وقت فکر نکنین که من ازتون ترسیدم ها. فقط نظرم رو تغییر راحت خدای من، یعنی من
میزنه. من فکر میکنم این یه علامته. علامت اینه که بفهمونه راسته به جنگل سبز برگشته. سنجاب رفت. خیلی ترسیده. از ترسش پا گذاشته فرار. جنگل سبز. اومدن خودمو به این جنگل خوش آمد میگم. سلام داکو برسی. مدت ها بود که ندیده بودمت. خب حالت چطوره؟ مثل همیشه که بالای درختی. مرتب داری به درخت نوک میزنی. لابد اومدن منو به این جنگل اعلام میکنی. خب دارکو بگو ببینم اون سنجاب کجاست، میدونی؟ نه من نمیدونم کجاست. بهتره بری پک کارت. خب فهمیدم. تو به جنگل سبز برگشتی. این خبر بسیار بدیه. تو خستم و حوصله ندارم و الا تنبیهت میکردم. چی؟ مرتب به درخت نوک میزنه. حتما میخواد بگه راستو همین طرف هست. مواظب باشین، اون همین نزدیکی هست. خدایا اون بالاخره برگشت. حالا من چیکار کنم؟ بهتره برم بدون یه سرگوش یاد بدم. چی میخوای بگی؟ بگو ببینم. ببینم چه به سنجاب فکر میکنی؟ نه من به سنجاب فکر نمی کنم. برای اینکه اون همه ما رو عصبانی کرده. ولی نه، من از این بدم نمیاد. من کسی نیستم که از یه رنجش قطع رابطه بکنم. میفهمی؟ بله، میشه میدونست که اون هیچ وقت اونطور عصبانی نمیشه که از کسی قطع رابطه کنه. برای اینکه موشی ثابت کرده بود که خیلی خوشقلبه. پس به چی جوری فکر میکنی؟ به سرنوشت سنجاب. به سرنوشتش که بالاخره چجوری شه. یعنی من باید این جنگل سبز رو ترک کنم. جنگلی رو که انقدر دوستش دارم. نه من نمیتونم این جنگل رو ترک کنم. نمیتونم.
میکنی؟ داری زمین میکنی؟ معذرت میخوام. دیگه برای این کارا دیر شده. چته؟ چرا اینقدر گرفته ای؟ این کار داکو بلا میکنه که بالاخره راسو سنجاب رو پیدا کرده موشی. خدایا اگه اینطور باشه باید منتظر جنگ باشی. طفلکی سنجاب چقدر بد آورده. موشی کجا داری میری؟ میخوام برم ببینم میتونم به سنجاب کمکی بکنم یا نه. بی خود زحمت نکش، این غیر ممکنه. خودم چی کار کنم؟ چی کار میتونم بکنم؟ از کجا که حالا اتفاقی نیفتاده باشه. کمک کمک کمک، یالا بیاین کمک کنین، یالا بیاین کمک کنین. کمک کمک، یالا بیاین کمک کنین. کمک. سنجاب به خطر افتاده، معطل نشید. حتی سنجاب تیزتک هم دچار دردسر شده بدون اینکه کسی بتونه بهش کمک کنه. طفلکی نمیدونست چی کار باید بکنه. تنها کاری که میتونست بکنه این بود که تا میتونه فرار کنه. راسو هم پا به پای سنجاب میدوید. از این شاخه به اون شاخه، از این درخت به اون درخت جست میزد و هر لحظه خودشو به سنجاب نزدیکتر میکرد. ای خدا، خیلی خسته شدم. ببینم همه اومدن؟ آره همه اومدن. داکو علامت میده که سنجاب داره از بالای رودخونه میره، راسو هم تعقیبش میکنه. خب حرکت کنیم. اینا کجا؟ اینجا بودن که انگار آب شدن رفتن زیر زمین. خیلی عجیبه. حمله کنید. ببین اونجا طرف به خاطر تو می جنگن. برای من همشونو میکنده. اونا خیال میکردم با پشه طرفن، دیگه نمیدونستم با من سر و کار داشتم. خدای من اگه راسو بخواد اینا رو تعقیب کنه دونه دونشونو میکشه. من میشناسمه. اون لونه عقاب سفیده. کجا؟ عقاب سفید از لونت بیا بیرون. بیا این راسو نفیزه دوست کن. که منو بزنه فرز خیلی ها. جان آقا بیا بیا.
باز میافته، زحمت منو زیاد نکن. از ریختت خوشم نمید. بهتره من برم. ولم کن من که به تو کاری نداشتم. تو برو لونت، من میرم دنبال کارم. ولم کن. بعد از این همه بدبختی باید یه دلی از ازا در بیارم. آره چطور سنجاب؟ ظاهرا که خیلی شاداب و سرحال به نظر میرسی. آره دیگه از این بهتر نمیشه. آره من ماجرا رو شنیدم. دوستان خوبی داری، قدرشونو بدون. بله من دوستان خوبی دارم، قدرشونم میدونم، همینطور شما رو. تازگی به جنگل سبز اومده. اون سبز میسازه، طوری که همه رو تحت تاثیر کاراش قرار میده. سگ آبی به جنگل سبز میاد، یه سبز میسازه و همه آبا یه جا جمع میشن. در نتیجه برای سگای آبی دیگه که قبلا اینجا بودن ایجاد دردسر میکنه. خب موش قرمز و موش زرد چی کار میکنن؟ در برنامه آینده سگ آبی در جنگل سبز رو حتما ببینید.